السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوعی که چندین بار در این موضوع طلب کردن برادران محترم انشاءالله صحبت میکنیم. این موضوع هست است که آیا زن بیگانه را زنا کردن از پسش این چه حکم دارد؟ یعنی به معنی که آیا این حکم زنا را دارد یا نه، بگی گناهش قدر نباشد. در این موضوع انشاءالله با تفصیل و حدیث ها و آیات ها قطعی صحبت میکنیم برادران عزیز، تا آخر تماشا کنید. انشاءالله استفاده میکنید از این درون این ثبتی که میشود، از این ثبت انشاءالله استفاده زیاد میکنید، نه تنها در این موضوع. این در بگیم که برادران و خواهر و اپا در همه شاید دخالت داشته باشد، خاصتا با همون هایی که بگیم در همین مصیبت گرفتار هستند. یکم وطی کردن، اینه که جماع کردن زن بیگانه در پس اینکه اعتبار زنا کرده میشود، این حکم زنا را دارد. ابن قدامه در مغنیش میگه که خلاف نیست بین اهل علم، بیشک انسانی که زنا میکند از پسی مثلا که زنی خودش باشه که زن بیگانه باشد حرام است. فهمو وقتی که در حکم زنا میدرد، وقتی که اگر که همونجا شرط های بگیم که زنا در همونجا واقع شد، یعنی که برای حد قایم کردن، یعنی که 4 مرد دید که گفتن که ما میخوای زنا کردن شدیدیم، اون حد میزنن موافق اسلام. چون که اون زنی اگر که بیگانه هم باشد، اون در فحش فاحشه میدرد. الله پاک در قرآن گفته که واللاتی یأتین الفاحشه من نسائکم، همون بگیم که زنهایی که میآیند فاحشه را از زنهای شما، آنها چه هستن؟ بسیار بدبخت هستن، گفت الله پاک در قرآن. بعد از اون نبی صلی الله علیه و سلم بیان کرد که الله پاک گرداندگی هست برای زنک زیناکار یا که برای مردک زیناکار 100 جلد گرداندگی هست. و جماع کردنی همسر خودش، حتی همسر خود چه از پس رسیدن، از حرام هست، از گناه های کبیره هست. پس چه خیلی فکر کن انسان که زن بیگانه به طور اولا با چندین گناه دیگر زیادتر است، از عظیمترین گناه ها هست. یکی زنی خودش را هم شرعی که به نکاح شدگی هست آمدنش حرام هست، و زن بیگانه به طور اولا. الان ما حدیث ها را میگویم انشاءالله. یکم قول الله تبارک و تعالی که یکم الله تاکید کرده است که ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا، شما قریب نشید زنا را، بیشک همون یک بسیار بدی هست که و راه بد هست این. و در دیم حدیث که پیامبر خدا صلی الله علیه و میگه که لا ينظر الله الى رجل اتى امرأته من دبر، این دبر گفته اینه که نظر نمیکند الله پاک به سوی مردی که میآید همسرش رو از پسش، اینه که از دبر گفته بگیم که پس میگم. این روایت ترمذی است و حدیث حسن هست. و گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم که ملعون من اتى امرأته فی دبرها، اینه که لعنت کرده شدگی هست انسانی که بیاد همسرش رو در پسش، یعنی که همسری خودش این خیلی حکم وزوین دارد و بعضن بیگانه 2 برابر 3 برابر گناهش وزوین تر و چی است؟ بسیار گناهش بزرگتر است. و روایت کرده و ذکر کردگی از ابن قیم رحمه الله برای بگیم که انسان هایی که حرام هست در پسی مثالی زن، قریب 20 تا 30 تا دلیل ها رو ذکر کردگی است. زودی معاده یکی از همان ها، اگر که زن در حالت حیض، یعنی که حیض ده اصلا زنه که حالتی که خون میبیند، اصلا از پیش زن خوب کردن بزن نکاح خود قطعی این برعکس ثواب هست، نه اینکه وقت در حالت حیض باشد این گناه کبیره میشود. و خداوند در قرآن میگه برای چی؟ به خاطری که اون علیکی به نجاست آمیخته میشود. چه الله در قرآن میگه در سوره بقره که یسألونک عن المحیض قل هو ادنى فاعتزلوا النساء في المحيض، یعنی که تو را میگه محمد صلی الله علیه و سلم میپرسن امتات که یا که مثلا که کدوم میکنه نباشه که تو را پرسیدن، میپرسن تو رو از حیض. وقتی که تو را پرسن از حیض، تو بگو که اون چی است؟ اذیت هست و عذاب هست برای زن و نجاستی بگیم بیزیب هست، خون میاد از اونجا. در همین حالت شما قریب نشوید.
و از پس به طور اولو که 2 برابر هم نجاستش وزوین است و هم اذیتش زیادتر است. از اینجا فهمیده می شود که این حرام هست، حکم زنا را دارد. فهمو؟ بعضی علما گفتند که حتی حکم همون زنا را داده بشود که او را بگیم که اگر مردی زندار باشه سنگسار کرده میشه از گناه وزوین بدنیشه. بسیار گناه وزوینی بد است. اون با توبه را پاکشیدن شه. والله اعلم توبه اون فقط چی است؟ با موافق قرآن و سنت سنگسار هست. به خاطر چی؟ گناه وزوین هست. آخه اگر زنک شودار باشد یا که مردکی زندار باشد، اگر بچه بزن باشد 100 تا درم میزنند، اگر که مرد، اگر نمرد زنده مان خیر توبه میکند برمیگردد. و دیگر مشکلش این است که وقتی که بعضی علما در شرح آیت بگیم که همین لیواتا میگن، نه همین قوم لوط میگویند که همین قوم لوط اصلا بدایت همین ها شروع شوی همین ها از همسرهای خودشان شروع شد. همسرهای خودشان یکم از پسش رسیدن آنجایی که الله اجازه داده است که از پیش شما خوب خیز کنین، حلال هست، برعکس ثواب هست، گناه نیست، ثواب هست. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت که هر کسی که با همسر خودش خوب میراد این ثواب هست. حدیث صحیح ده میگه. وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت که زنا کردن چه گناه کبیره هست، با همسر خودت خوب رفتن همین خیلی ثواب هست. صحابه کرام پرسید که در خوب رفتن ما استراحت میکنیم، کیف صفا میکنیم، با ثواب هست؟ گفت که بله. پیامبر خدا گفت که در اون ثواب هست. همین قوم لوط بسیار وقتی که با همسرهای خودشان اون نعمت الهی دادگی را ترک کرده به جای ممنوعیت کردگی رفتن، یعنی که جایی که ممنوع از حرام است به اونجا رسیدن گرفتن. آستاس از همسرهای خودشان دیگه به مردهای یک دیگرشون قطع شروع کردن. به خاطر همه الله پاک آنها را بگم لعنت کرد و عذابش در همین دنیا فرستاند و روز قیامت آنها اهل دوزخ هستند که در دوزخ میسوزند. و بعد همونها دیگه بگیم که این قوم بگیم که بعد این در همین وقت زمان آنها را بگیم که یکی از همون مقلدین، یعنی که پیروان هم قوم لوط هستند که امروز نکاح مرد با مرد اجازت میتن یا که همین کار اجازت میتن و در حتی آشکار میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که الله پاک گفت که وقتی که قیامت کی نزدیک شد فسادی در دنیا زیاد میشه و دروازه های حرام میگه که پیامبر خدا که هوی میشه دیگر همش. اگر همون در پسی همون زنم رسن یکم معنی ندارد. جای بهترینی که مثلا که خداوند و الله پاک نعمت داده است که نکاح که و چقدرش خوب خیز که و فقط و هر مثلا که بیاین همون زراعت ختان را، یعنی که پیش زن برای زراعت هست و پس چی هست؟ جای نه زراعت هست نه یکم چی جای حرام هست. اینجا خلاصه گپ همه قشنگ میگیم که وقتی که زنی بیگانه را حکم زنا هست، زنا حکم هست، حرام هست، گناه کبیره هست. حتی همسری خودت که نکاحی هست که او بگیم که تمام جاش قپیدن و قدش خوب خیز کردن درست است که در اون بگیم از پسش رسیدن که حرام است، گناه کبیره است، در زن بیگانه که دختر بیگانه به طور اولا این انسان گمان نکند که ما در فرج یا که در پیش وقتی که زنا که نکرده باشم در دیگر جور یگان مشکل ندارد. نه، الله پاک حرام گرداندگی هست. چه که در قوم که انسان هایی که لفروج محافظون شرمگاه هاشون حفظ میکنن و نگاه میدارن، اونها چی هستن؟ انسان های نیکبخت و خوشبخت هستن و اونها فقط با همسرهای خودشون در پیششون خوب و خیز میکنن. اونها و یکی غلام زنهای خودشون اونها چی هستن؟ غیر معلومین هستن، دیگه در غیر اینها چی هستن؟ ملامت کرده شده و گمراه و چی هستن؟ مردود هستن. اینها انسانی که به همین کار همین کسبش همین باشد، همین کسل اگر از خود کند، اگر الله پاک نجاتش بده و توبه کنه، بس الله متوجه شود، از صدق دل گریت کند که یا الله من تا امروز نمیدونستم، بس تو متوجه شدم. و اگر انسان وقتی که به همین کسل دوچار میشه، چقدر که موافق طب میفرمایند که به این کار دوچار شد، متوجه همین کار بسیار شید، اون رفته خودش همین خیلی گفته چی به همین کسل گرفتار میشد که
اون یک کس دعوت میکنه که بیا مرا میخیل زینا کن گفته. این کسل علاکه در دولت های اروپا تحقیق شده است که همون انسان هایی که وقتی همین کار بسیار میکردن و همین کار مشغول بودن خودشون رفته همه خیل شدن. الله پاک از این کسلی که از این مریضی که الله در اون غضب کرده بود در همه دنیا جزا و عذابشون داد، الله پاک از این کسلی نگهبان باشد که چه قوم لوط در همه دنیا عذابشون داد و در قیامت در عذاب هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، آیا شما میخواهید که راه اسلام با طریق آسان بیابید؟ پس شما آبونه شوید در کانال آسانی تیوی. در این کانال آسانی تیوی حدیث ها خوانده می شود و سرود های اسلامی خوانده می شود و قصه های عجیب برای شما پیشنهاد خواهم کرد. ما برادران عزیز در این کانال آسانی تیوی در خدمت شما هستیم و شما را برادران عزیز پادپیس کنید و به دوستانتان بفرستید تا اینکه آنها را آگاه باشند. ما در کانال آسانی تیوی با شما هستیم و شما را با ما بمانید.